یعنی زن با کار زن مشغول شدنش درست. یعنی مثلا اینا چی میگن، چه بری میگه ما، یعنی کرت دوزی مثلا دیگه چیزی مثلا این مشغول شود با که ندارد. این چنین مثلا یعنی با زنهای مثلا زیبی مثلا شکراندن و یا زیبی زینت دادن با که ندارد. لیکن اگر دوند که من زنی که اومد مثلا همه مثلا یعنی و به کرته میدوزد که کرته باید که انسان زن نزد محرمش انده پوشه، لیکن میند که این کرته میگرد کوچه نزد مردهای بیگانه میپوشد، بهتر و کار چی نکند. یعنی برای که الله تعالی میگوید که تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی کارهای نیکی چی به بر تقوا به هم کاری کنید، اما کارهایی که بیان دشمنی و گناه های به هم کاری نکنید. این سبب گناه کردن زن ها میشد. انسان برای این باید زن ها به خیلی چیزای نمیدوزد و به این کار مشغول نمیشد. یعنی اما این زن میگفت است که یعنی که واه فسون شد گناهش من بین این غلط، این غلط خیلی گناه بر شریک میشی، تو گناه بر شریک میشی. وقتی نماز جمعه سالو کردن زنگ ممکنه چون که زنگ نماز جمعه نمیرد سالو کردن، یعنی زنگ خونشان میشند. زنگ چی؟ الله تعالی میگه وقرن فی بیوتکن، یعنی زن ها باید که چی خوناتون نشینید میگوید. یعنی چی برای چی بازاران سالو میگه اصلا زنگ مثلا. لیکن اگر مثلا کار زن فقط با زن های بین زن ها مثلا مشغول باشد با که نه ها. لیکن اگر مثلا یک بازار اومده برآمده چند که مرد زن میبیاد و ینده نه باید که خونش باید اشتراوت. فهمید؟ برای که الله تعالی میگه که اذا نودی من اذا نودی للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. روز جمعه اگر جمعه به ندا از آن گفته شود بازار ترک کرده نماز جمعه به سعی کنید، یعنی نماز جمعه به روان شوید.